میریم سراغ علائم پایانی و میانی در قسمت 5 آموزش کوتاه‌نویسی. درود به همه دوستان خوبم. تو قسمت 5 آموزش کوتاه‌نویسی میخوایم بریم سراغ علائم پایانی و میانی. یعنی این علائم فقط پایان و میان یک کلمه میتونن بیان. اوکی، تا الان ما داشتیم کلمه‌های واحد رو تو کوتاه‌نویسی میگفتیم، حالا نه، حالا این علائم میتونن با یک کلمه دخیل باشن. مثلا شما یک کلمه رو بخونید ببینید یه تیکش وسطش یا آخرش این علامته هست، پس نماینده چند تا حرفه، مخفف کرده اون حروف رو و اول کلمه یا به صورت تنها این علائم نمیان. ببین سراغ اولیش. ببینید من اینجا اول براتون یه نماد بکشم بچه‌ها. اینا همه 4 و 6 اولشون. ببینید 4 و 6 ما نداشتیم تا الان. 4 و 6 اوکی، ما 4 رو داشتیم، ببخشید 5 رو داشتیم، 4 5 رو داشتیم، 4 5 6 هم داشتیم. اینا همه نماینده کلمه بود، درسته، با یه حرف ترکیب می‌شدن. ولی الان نه، الان فقط 4 6. مثلا بچه‌ها ببینید اینجا بنویسم، ببینید همین 4 6 با حرف دی که بیاد، 4 6 با دی نماینده او یو ان دی هست. او یو ان دی. خب پس ما میتونیم مثلا یه اس قبل 4 6 بذاریم، اس 4 6 دی میشه ساوند. اوکی، حالا اینجا خیلی به کلمه و معنی‌هاشون گفتم، اشاره نمی‌کنیم. تو ترم بعدی آموزش زبان که اونجا هم من هستم، استاد زبان که درس میده کلمات رو، منم تو بعضی جلسات میام اونا رو کوتاه‌نویسی میکنم، میگم این کوتاه‌نویسی این کلمه، این کوتاه‌نویسی این کلمه، که خیلی خوبم رو جفت درس‌ها مسلط بشید. خب پس اوکی، این از این. بچه‌ها حالا ببینید 4 و 6 رو اگه ما بذاریم بعدش ای انگلیسی بذاریم. ای انگلیسی. ای چی بود؟ 1 5. 4 6 و 1 5 میشه A N C E. A N C E. اوکی؟ دوباره کاری به کلمه مثال زدن. فقط بدونید اینو حفظ کنید فعلا. 4 6 و ای میشه A N C E. اوکی؟ بریم سراغ یکی دیگه هم بگیم. بچه‌ها 4 و 6 و کدومو بگم الان؟ 4 6 و N رو میگم. 4 6 و N. بچه‌ها 4 6 با N میشه S I O N. S I O N. شن خونده میشه، ژن هم خونده میشه. مثل، حالا اینو مثال میذارم براتون خیلی معروف آخه، مثل تلویزیون. خب مثل ورژن. حالا تلویزیون ما به خاطر همین SION اشتباه تو کلام خودمون میگیم تلویزیون. آخه فرانسوی ها میگن تلویزیون. حالا اطلاعات اضافی. خب این از این. بریم سراغ یکی دیگه. بچه ببینید پس ما اینا رو اول کلمه نمیاریم ما. بچه 4 6 و S میشه لس. L E S S. مثل تیوبلس. لس یعنی نداشتن. هوملس. تیوبلس یعنی یه ماشینی که تیوب نداره دیگه، فقط لاستیکه. تیوبلس. بچه یه لس داریم به معنی فقیر. خب تنها، یعنی یه کلمه از خودش. ما این نماد یک بخشی 4 6 با اس رو به معنی لس خالی نمیذاریم. من گفتم اینا میانی و پایانی هن. تنها به کار نمیرن. یعنی اون لس خالی رو خواستید بنویسید و این وقت اینو ننویسید ها، خرابکاری میشه. خب بریم بعدی. خب من اشتباهی تو این نوشتم، اینا از مشکلات کمبیناییه. خب آره اینو درستش کنم. خب
بچه‌ها بعدی 4 6 با تی. 4 6 و تی اینم زیرش می نویسم، میشه او یو ان تی. اوکی. مثل amount. حالا اینم کاری نداریم تو جلسه ترم بعدی. خب بچه ها پس دیدید اینها همه وسط و آخر کلمه میان یک کلمه. اوکی. و به صورت تنها نمیان، اول کلمه هم نمیان. به اینا میگیم میانی و پایانی، مخفف های میانی و پایانی. چند تا شد؟ 1 2 3 4 5 تا شد. خب 5 تا رو نوشتیم. بریم من تخته رو پاک کنم بیام بریم سراغ سری بعدی که قراره با یه سری نقاط دیگه میانی و پایانی بسازیم. آکادمی نابینایان. در قسمت دوم این ویدیو ما مثل قسمت اول رفتار میکنیم. قسمت اول اومدیم، اگه خاطرتون باشه هم چند لحظه پیش ما 4 6 رو اضافه کردیم قبل از حروف، درسته؟ و یک مخفف های میانی و پایانی درست کردیم. حالا میخوایم 5 6 رو اضافه کنیم. اونجا 4 6 رو اضافه کردیم، حالا اینجا هم عددشو بذارم 5 و 6. اوکی بچه ها 5 و 6 رو میخوایم قبل حروف اضافه کنیم. مثال میزنیم شروع میکنیم. یعنی ببینیم مثلا همین 5 و 6 اگر قبل از ای بیاد 4 و 6 میامد میشه چی؟ A N C E، درسته؟ این میشه E N C E. E N C E مثل hands یا hands، ببخشید hands. اگر H قبل از 5 6 بیاد بعدش هم یه E بیاد میشه hands، یعنی بنابراین. حالا بازم من میگم معنی نمیگم، دوباره میگم. میریم سراغ بعدی بچه ها. 5 6 و چی رو بگیم الان؟ 5 6 و G. تو قبلی نداشتیم جیو ولی اینجا داریم، میشه O N G. O N G. بچه ها اگه یه L قبل از 5 6 بذاریم بعدش G بذاریم میشه لانگ، یعنی بلند. درسته دیگه، چون این خودش O N G. بریم سراغ بعدی ببینیم بعدی چیه. بچه ها 5 6 و L. 5 6 و L فکر میکنید چی میشه؟ میشه F U L. F U L یه دونه L داره بچه ها، 2 تا L نداره. 2 تا L میشه فول، یعنی پر، کامل. نه این مثل یوزفول یعنی مفید. خب پس بعد از در ادامه یک کلمه میاد، نمیتونیم بگیم F O L خودش یعنی کامل یک کلمه. نه این F U L یه دونه L داره. خب پس مثلا قبلش اگه یوز بذاریم بعد این 5 6 و بعد ال رو بذاریم میفهمیم که این یعنی useful. اوکی خیلی خوب داریم پیش میریم. ببین بالا بعدی رو بنویسم بچه ها. 5 6 و n رو بنویسیم. 5 6 و n بچه ها. 5 6 و n میشه T I O N. تو قبلی 4 6 و N شد S I O N، یادتونه؟ ولی 5 6 و N میشه T I O N. T I O N اسم میکنه، هر چیزی بهش بدید و تبدیل به اسم میکنه. ببینید مثلا حالا تو کوئسشن که داریم، کوئسشن آخرش به معنی سوال دیگه T I O N داره، ولی خیلی از کلمات رو هر چی T I O N آخرش باشه میدونید این فعل نیست، این صفت نیست، این اسمه. اوکی اسم سازه. حالا خیلی پیچیده نمی‌کنیم قضیه رو. بریم سراغ بعدی ببینیم که 5 6 و
تی 5 6 و تی فکر میکنید چی میشه؟ میشه منت ام ای ان تی منت. این کلمه هم بازم باید در ادامه یک کلمه بیاد مثل قبلی ها، یا وسط یا ادامه. اول مثلا منتال، حالا هر چیزی که دیدید این اولش بود و مخفف نکنید تا فقط وسط یا آخر. هی دارم تکرار میکنم چون خیلی ها دیدم اشتباه میکنن. خب بچه ها 5 6 و اس فکر میکنید چی میشه؟ بچه ها 4 6 و اس چی شد تو قسمت قبلی؟ شد لس ال ای دبل اس. اینجا میشه نس ان ای دبل اس. پس 5 6 و اس شد نس. بچه ها نس هم اسم درست میکنه. ببینید مثلا اینجا واسهتون مثال میزنم. یوزفول گفتیم میشه مفید. مفید چیه؟ صفته. هر چیز آخرش فول بیاد مثل بیوتیفول صفته. خب حالا میخواستم مثال دیگه بزنم، احساس میکنم قاطی میکنیم خودم منم قاطی میکنم. بچه یوزفول شد مفید. اوکی. اگه یه نس آخرش اضافه کنیم میشه یوزفولنس، میشه فایده. نگاه کنید پس ما یه یوز میذاریم بعدش یه دونه 5 6 با ال میذاریم. اوکی. بعدش میایم یه دونه 5 6 با اس میذاریم میشه یوزفولنس. ببینید چقدر کلمه کوتاه‌تر میشه. خیلی کوتاه‌تر میشه. تو بریل خیلی به چشم میاد. بریم سراغ بعدی. 56 و وای یا همون ایگرگ هم میگفتیم تو ریاضی. 5 6 و وای بچه ها میشه تی، ببخشید آی تی وای. چی میگم من؟ آی تی وای. بچه ها 5 6 با وای مخفف آی تی وایه. مثل چی؟ مثل سیتی. یه سی بذارید قبلش، یه سی بذارید قبل 5 6 وای میشه سیتی یعنی شهر. اوکی. دیگه تقریبا همه قسمت رو گفتیم. پس بچه ها ما تا اینجا یه توضیح بدم از اول این جلسه. ما تا اینجا اومدیم به حروف، قبل از حروف اول 4 6 رو اضافه کردیم. درسته؟ یه سری مخفف میانی و پایانی ساختیم. درست؟ این مخفف‌های میانی و پایانی باید وسط کلمه بیان یا آخر کلمه بیان. اول کلمه نمیتونن بیان، به عنوان یک کلمه واحد هم نمیتونن بیان و میتونن کلمه هم مثل همین فول میتونن مثلا یوز بعد فول بدون فاصله ها، بدون فاصله. چون فاصله بدیم که دو تا کلمه جدا میشه. میتونن مخفف کنن کلمه همونو مثل همین شن، مثل همون ONG، مثل لانگ شده ال بذاریم قبلش میشه لانگ. خب پس اینها کلمات رو کوتاه میکنن. ما تو جلسات قبلی جلسه 1 2 3 4 هر چی خونیم خودشون یک کلمه واحد بودن که مخفف یک کلمه میشدن. مثلا نقطه 5 تونه با F شد فادر، نقطه 5 با M شد مادر. ببین خودش یک کلمه کامل. ولی اینجا نه. اینجا فقط در حد 3 4 5 تا کلمه حرف رو خلاصه میکنن که کلمتون کوتاه‌تر بشه. اوکی؟ پس داشته باشید. من تخته رو پاک کنم برگردم. آکادمی نابینایان. الان متوجه میشید چرا میگم اینها باید وسط تا آخر باشن. چقدر آرمین تکرار میکنی چون خیلی مهمه. ببینید تو این قسمت ما میخوایم فقط از نقطه 6 استفاده کنیم. نقطه 6. اوکی. بچه ها نقطه 6 توی بریل انگلیسی، توی بریل فارسی که تشدیده کاری بهش نداریم. توی بریل انگلیسی نقطه 6 کپیتال سازه. بچه ها ببینید من اگه بنویسم آرمین، اسم خودم رو بنویسم آرمین، این آرمین حرف اولش نباید کوچیک نوشته بشه، باید با حروف بزرگ نوشته بشه. پس یه نقطه 6 باید قبلش بزنم که حرف اولش بزرگ بشه بقیهش کوچیک. اوکی. این از آرمین. این استاندارد. یعنی اسم کشور، اسم افراد، کلمات مهم توی زبان انگلیسی باید
به صورت بزرگ نوشته بشه حرف اولش. پس نقطه 6 کپیتال میکنه، بزرگ میکنه. اوکی؟ مثل یکی از دکمه‌های کیبوردتون که کپس لاک روشن، کپس لاک خاموش، حالا اسمای مختلفی میگن، حرفو بزرگ میکنه، حرفو کوچیک میکنه. خب یا تو گوشیتون شیفت هم میگه شیفت روشن از شیفت نگه داشته شه، شیفت خاموشه. حالا مهم نیست، اون خیلی اون مال بحث کامپیوتره تو جلسه بعدی، گوشی و کامپیوتر. ولی اینجا رو داشته باشید نقطه 6 بزرگ میکنه. پس ما گفتیم وسط و آخر باید بیان، پس اگه اول کلمه بیاد بزرگ میکنه. ببینید الان وسط مثلا کجا میاد؟ یه نقطه 6 میذاریم و یه دونه n میذاریم. بچه ها نقطه 6 و n، نقطه 4 و 6 و n شد چی؟ s i o n. نقطه 5 و 6 و n شد چی؟ t i o n. نقطه 6 و n میشه a t i o n. اوکی؟ نقطه 6 و n مثل استیشن. بچه ها استی رو بعدن یاد میگیریم، مخفف استی رو، ولی یه استی قبل از 6 و بعدش n قرار بگیره میشه استیشن، یعنی ایستگاه. پلی استیشن شنیدید؟ استیشن یا ماشین استیشن یا باس استیشن یعنی ایستگاه اتوبوس. خب بچه استیشن یعنی ایستگاه. این از این، حالا کاری به معنیش نداریم، هم میگم کاری به معنیش. پس ببینید اینجا نقطه 6 اول نمیاد، پس میشه وسط کلمه. پس یه دونه دیگه هم داریم، اینا دو تا بیشتر نیستن. نقطه 6 و وای. نقطه 6 و وای چی میشه؟ میشه A double L Y. میشه مثل کلمه usually یعنی معمولاً. پس اینجا هم نقطه 6 ببینید یه یوزو میذاریم، حالا نوشتنشو بعدا یاد میگیرید، نمیخوام گیجتون کنم. بعد یه دونه 6 میذاریم، یه دونه وای میذاریم، میشه یوزوالی. اما دیدید مخفف سازای میانی و پایانی اینجا به پایان رسید به همین راحتی. پس بچه‌ها اینجا فهمیدیم چرا لزوم داره که وسط و آخر بیاد. این یه نکته. بذارید توضیح بهتون بدم. ما تو جلسه بعدی، حالا ما سعی داریم که تو ترمای بعدی، اینو اول بهتون میگم، تو ترمای بعدی که زبان انگلیسی رو کار میکنیم من میام معادلاشون هم میگم، اینا رو حتما بنویسید توی خونه با پرکینزتون، با لوح و قلمتون بنویسید، کل مطالب رو، مخففا رو یادداشت کنید که توی ترم بعدی که ما میخوایم انگلیسی هم یاد بگیریم، خب ادامه داره. توی یه ترم که انگلیسی جمع نمیشه، تو 20 ترم هم جمع نمیشه. میخوایم انگلیسی رو بریم جلو دیگه، همگام با کوتاه نویسی میریم جلو. من میام هی کوتاه نویسی هم بهتون توضیح میدم، حروف اونجا از صفر میگم دیگه، میگم بریلش مثلا میشه این، بریلش میشه این. توی جلسات زبان انگلیسی منم هستم و این باعث میشه که شما کوتاه نویسی رو با بریل بیاید جلو با انگلیسی و خیلی خوب انگلیسی کوتاه نویسی هم یاد بگیرید. که اگر خواستید کتاب‌های انگلیسی بخونید، اگر خواستید انشالله به کشورهای دیگه سفر کنید، خیلی راحت بتونید اونجا از کتابشون استفاده کنید، با اونا تعامل داشته باشید، بنویسید، کوتاه نویسید به صورت خیلی مسلط. خود کلمه مسلط نبودم بگم. خب بچه‌ها پس اینجوری اینا رو بنویسید. توی جلسه بعدی که جلسه 6 ما این سری مخفف‌های 2 حرفی و 3 حرفی رو می‌خوایم کار کنیم. حالا مثالش رو فقط براتون میزنم. بچه‌ها ما یادتونه گفتیم 1-6 میشه چی؟ 1-6 گفتیم به تنهایی به کار بره، یعنی این بچه‌ها فاصله داشته باشه ها، یعنی قبل و بعدش هیچی نباشه ها. 1-6 به تنهایی توی بره گفتیم میشه چایلد، یعنی بچه. اوکی بچه‌ها 1-6 اگر توی کلمه باشه، آخر، اول، وسط، هرچی، یعنی چسبیده باشه، میشه CH. اوکی CH 1-6 میشه CH. ببینید ما جلسه دیگه این مخففا رو کار میکنیم. یک دیگه هم بهتون بگم، حالا همینجوری فقط بهتون میگم بچه‌ها، مثلا شین فارسی 1-4-6 میشه SH اگه چسبیده باشه ها. اوکی اگه چسبیده باشه یعنی توی کلمه باشه.
پس ما توی جلسه بعدی این مخفف ها رو میخوایم یاد بگیریم که خیلی هم به دردتون میخوره، صداشون هم خیلی میخوره به صدای بریل فارسی، یعنی یاد گرفتنشون خیلی راحته. و مثلا سه لثه میشه TH، چون ما TH رو میگیم ث بگیم دیگه، مثلا میگیم thank you. خب پس سینه لثه هم باید بگیم ث دیگه. حالا اونایی که عربی خیلی علاقه دارن یا خوندن میدونن سه نقطه به حالا به بیان نوشتاریش نه بریلش، سه نقطه ث خونده میشه توی عربی، حتی توی انگلیسی هم. پس توی کوتاه نوشته به جای TH وقتی سه لثه میذاریم، همون سه بریل لثه، باید ث خونده بشه، مثل thank you. خب مثل that، حالا that هم میگم ولی that. خب پس حالا اینا رو تو جلسات بعدی یاد میگیریم. ممنون از توجهتون. تو جلسه 5 منتظر ما باشید با جلسه 6 و حسابی کار کنید این مطالب رو. خیلی مهمه مطالب کوتاه‌نویسی، سخت نیست. ببینید اصلا سخت نیست. کاربردش توی کلمات، توی جملات، توی زبان حالا یاد بگیرید، میبینید که چقدر قشنگ براتون جا میفته. خیلی ممنون که توجه کردید. تا جلسه بعدی با من همراه باشید. نظر، سوال دارید حتما بپرسید. خدا نگهدار.